به به آقا سلام علیک. سلام سر رفته بود گفتم بریم یکم موبایل لژند بازی کنیم. گفتم حالا فیلمم بگیریم دیگه ببینین چه شکلی مثل سگ از اینا میخوریم. از اونجایی که جانگلیم بیایم اینو اول بزنیم. خودم گرگم مرتی که سگ کی برو بمیر. خدایا جی راجرم اسکین خوبیه، هم تفنگ داره هم پنجه داره. دست خر سنگی هم دیگه بزنیم دیگه. تا اینجا اومدیم. خب یه سوسک هم اگه اشتباه نکنم این پایینم اونم بزنیم لول 3 شیم. سوسک اینجاست. خوشگل من بخرمت گرگ. خب تو رم بکشم برم سراغ این دوتا پوفیوز. وایستا فرار نکن ای بابا نمیشه بقیهشو گفت بد میشه. یوتو گیر میده کثافت فرار کرد. خب خط بگیریم. نه دیگه سیکفیر کرد رفت. آی کثافت بمیر بابا بچه. سلطان ایمای نامنظم جلو چشات وایستاده. ببین ای خاک بر سرم حاجی خدایی یکم وقت میدادی میذاشی یه دقیقه 10 ثانیه اینا بگذره بعد زایمون میکردی. این سرعت نزن مردی که نزن. خب حالا شما باید بگین نزن ما ستاییم. یکم دیگهش مونده ولی ولش کن. مثل این دوتا بزن این دوتا گناه دارن. یه هویی میخوام برم توشون. آها تیریسان باشه شیرمرد. ای کثافت حاجی میخواستم اون یکی هم بزنم. ای توف اون یکی فرار کرد. این چیه؟ بلش کن. این ویدیو جوری که من دارم میبینم الان 3 دقیقه است. خب خوبه. ویدیو رو هم میخوام زیاد طولانیش نکنم دیگه. حالا ببینیم مثلا زودتر میشه وین کنیم. اگه نشد احتمال داره من این ویدیو رو نذارم. احتمال داره من واسه با این دارم با دیوار حرف میزنم تو این ویدیو. یه حداقل مثلا بالای 15 دقیقه بشه یه احتمال داره نذارم زیاد میشه. یا ورفضل بمیر جانم. ولی قبول داره خودش میخارید هی میومد جلو. من کاریش نشم. من میزدم میرفتم اگر میخارید میومد جلو. وایساجی رسکال کنم به قول بچه ها رسکال. خب جون بده. خب بریم. حاجی خدایی ویدیو FC که گذاشتم خوب ویو گرفت. باحال بود واسم. همین اول کاری چنل چکیل دوزی کردم. همین اول کاری چنل خدایی خوب ویو گرفت. میشه گفت خوب ویو گرفت. مثل اول کاری اوکیه. تابره رو من زدم.
وقتی که عنکبوت هی میاد رو ما کر میریزه. یونیتش هم بزنم. حالا من به اینا میگم یونیت، ولش کن آجی، بگیم جزمه بالتره. خدایی جزمه خیلی بهتره. حالا جزمه بمیر جانم. یه دقیقه وایسا من چیز کلاهمو بگیرم. برو بریم. چه کیلوزی قشنگی اصلا کیلوزی عشق میکنی. چه کیلوزی میکنه داشلی قوی هم یه جزمه بیاین. جزمه هاش اومد. جمع یونیت بهتری جزمه رو بیخیال. یه خود خرش هم اومد. 7 تیرکش باشد شیرمرد. فرار کرد. من میگیرم تو رو، من تو رو میگم. کثافت پاپت بمیر. نزن آقا نزن. این نیده بودم تا حالا این شخصیتو. قبول کلش یه نفر دیگه نشسته بود انگار. عجیبه. من بهترینم الان. بنده خدا آجی 4 تا اسیست داره، فقط 3 تا من ازش کیل دوزی. بنده خدا. خب لول 7 به عشق CR7 کریستیانو رونالدو. جفتتون رو باید بزنم. از تو که میخوام انتقام بگیرم، اون یکی هم عشقی میزنم دیگه، یکم کیل بگیرم. آی کثافت. نه میزنم آجی، باید اینا رو بزنم. اینا رو نزنم آجی شبم صبح نمیشه. بزن ای جانم. فرار نکن عزیزم. بالاخره گیرم میافتی. اون کثافت فرار کرده. این کثافتی که میخواستم ازش انتقام بگیرم فرار کرد. خب بریم یه 7 تیر کشیم پایین. یه دقیقه دیدمش تو نقشه رو بزنیم. فرار میکنه. خاک تو سرت کنن. شرقا میگیره غربا میزنی. ای کثافت دوزی کرد. خب یکم HP هم بگیریم بریم بالا. به نظر من خب پوسایدن هم اومد. داشتم پوسایدن. ای ساجی من اینو بزنم. آها خیلی HPش کمه، راحت میمیره این. چوس مسخاله HP داره. قلنجی گردن اون باید میشکستم. چه حالی داد. بریم سراغ اینا جانم. خب گزمه هاشو بزنیم. بریم وسطشون. آقا من ترس دارم. هیچی یا اول فصل 2 تا شد. کثافت چرا خنجر ول میدی؟ آی نزن. زنجانیه فکر کنم. عوضی اون یکی رو نتونستم کیل دوزی کنم. خدایی بد شد. باید کیل دوزی میشد. این 7 تیر کشه اون یارو رو هم بزنیم. باید 7 تیر کشه رو بزنم. من نمیدونم. نرو اگه بری من بی تو میمیرم. مرسی. زدمش مثل سگم زدمش. حاجی این یارو شخصیت نیزه به دسته. اسمش حالا یادم نیست، قبلا اینو برمی‌داشتم. یادش بخیر. امیدوارم سریعتر ویدیو تموم بشه. نمیخوام تایم ویدیو زیاد بشه. بله دهن ما رو سرویس کرده. داشت بذار یکم ما بزنیم. بابا کثافت بذار ما بزنیم. اینو بزن کثافت بابا دیوس. این چقدر قویه.
بعد من زدی نمیتونه بزنه. حاجی من باورم نمیشه 7 تیر کش خود خاک بر سرش. نوب سگن حاجی اینا. البته بعد من خدایی من تا الان MVP هم بایدم MVP بشم. من به عشق شما باید MVP شم. اگه MVP شدم دوستتون ندارم. بمیر پاپت. این از این. آقا گندش رو منم چرا میزنینشون؟ چرا زوم میگی؟ آی نزن. پاره شدم. خب اینو بگیریم. نایفه. خب وقتی که نیزه به دست چه سریع هم میدوه. خب اومدم سراغت آجی. لاین وسط 2 کیل مفت میتونم بگیرم. مفت. چون خیلی 2 نوبه سگم. ولی بریم جانگل بزنیم. بذار یارامون هم یه 2 کیل بگیرن دیگه. حالا اشکال ما که در هر صورت MVP ایم. کثافت نداشت کیل دزدی کنم. سیزده تا کیل دارم. 6 تا اسیست. 4 تا مرگ. دد. بمیر تو رو خدا. آقا من لول 13 ام. تو چرا اینقدر قوی ترم منی؟ واجی بازش کردم. پاره شد یارو. آخ این بدبخت یهویی پیش رفت. داشتم پوسایدن داره سبتک میزنه. سبتک داره ساک میزنه. بی خیال. بریم. تا الان 13 دقیقه است داریم می جنگیم. امیدوارم تایم ویدیو بیشتر از 15 دقیقه نشه. یا دقیقا مثلا بشه تا 16 دقیقه فوقش. اینو بزنم این جیانم. فرار نکن که میام پارت میکنم. اینم از این. یا خدا یا اول فضل. این 2 تا باز دوباره اومدن. پاره شدم. من یارم میان کاور. بریم. آجی یارو 11 تا اسیست داشت. میترسم اینا MVP بشن. آقا من حرفمو پس میگیرم که گفتم اگه اینا MVP بشن من دوستتون دارم. آقا دوستتون دارم خیلی زیاد. مخصوصا اون ممر رضای دیوس که توی ویدیوی قبلی نوشته بود سطح بازی. خب بریم یکم. خب پوسایدنه که نتونست تاور بزنه. بچه ها زدن دمشون گرم. به نازم آجی. ولی MVP باید بشم. تو رو خدا MVP شم. بچه راستی ای بابا MVP نشدم. بچه راستی فردا یه ویدیو از فورتنایت میخوام بذارم. عشق کنین. فورتنایت میذاریم. حالا اگه کالاف هم تونستیم میذاریم. آقا بدرود.